سلام، امیدوارم که خوب باشین. همونطور که قول داده بودم یه ویدیو قرار شد بذارم براتون در مورد پرفورمنس ریویو. حالا پرفورمنس ریویو چیه و الان چرا خیلی مهمه؟ نه تقریبا نزدیک آخر سالی، این فصل پاییز داره تموم میشه. شرکت ها و مدیرا برای اینکه بتونن برنامه‌ریزی کنن برای سال آینده که کدومی که از نیروهاشون رو نگه دارن یا کدومی که از نیروهاشون رو کمک بکنن که توسعه بیشتری داشته باشه، احتیاج دارن که اطلاعاتی داشته باشن در مورد اینکه آدما کارکردشون توی تیم چجوریه. یه فرآیندی هست به اسم پرفورمنس ریویو که تو این ویدیو میخوایم آموزش بدیم که چجوری میتونه به تیم کمک بکنه. تیکه اولش اینه که پرفورمنس ریویو یه اطلاعاتی به مدیر میده که بتونه آدما رو تیمش رو بشناسه و نظر همکارا رو در باره همدیگه ببینه و بتونه آنالیز بکنه. آنالیزش هم کار زیاد پیچیده‌ای نیست، چند تا نکته مقدماتیشو میگم و اگرم بخواید در موردش بیشتر بدونین که خب اگه پرفورمنس ریویو سرچ کنیم مطالب خیلی زیادی وجود داره. توی این مطلب بیشتر سرچ میکنم، سعی میکنم که حواستون رو به سمتش بیارم و توجهتون رو بهش جلب بکنم. پرفورمنس ریویو چند تا بخش داره. من معمولا 3 تا فرم درست میکنم وقتی که میخوام توی تیمی ریویو کنم پرفورمنس تیم رو. فرم اول به همه آدما میدیم، پارامترهایی که داره رو بر اساس هر کی برای خودش نمره میده. یعنی من مثلا رو پارامترهای مختلف میگم نظر خودم چیه. کلا هم اینطوریه که 10 تا عنوان داره، تو این عنوانا هر کسی به خودش نمره میده از 1 تا 5 که خب جلوتر هم میگم این 10 تا نکته چیه و هم میگم که 1 تا 5ش نشونه چیه. ولی خب حالا فرم اول اینه که به همه افراد تیم میدی و هر کی بر خودش پر میکنه. یعنی هر کسی میگه که تو این نکاتی که وجود داره نظرش در مورد عملکرد خودش چیه. مورد دوم، فرم رو به تمام افراد میدید و میگید که برای مدیر بالاسریشون پر کنن. یعنی مثلا اگه تو تیم فروش 10 نفر کار میکنه، 10 نفر این فرم رو برای مدیر بالاسریشون که مدیر فروشه احتمالاً پر میکنن، یا تو تیم فنی برای CTO پر میکنن، یا اگه تیم فنی بزرگ باشه برای 1 نفر یا 2 نفر. حتی اشکالی هم نداره تو تیمایی که مثلا مدیر پروژه هست یا شما شخصی هستین که به 2 نفر پاسخ میدی، معمولا برای اون 2 نفر میتونین فرم رو پر بکنین. یه فرم دیگه هم هستش که به مدیر بالاسری میدی و برای تک تک آدمای تو تیم خودش این فرم رو پر میکنه. پس پرفورمنس ریویو شد 3 تا بخش اصلی: نظری که من در مورد خودم دارم، نظری که در مورد مدیر بالاییم دارم و نظری که در مورد افرادی که با من تو تیم دارن کار میکنن. حالا مدل نمره دادن چیه؟ 5 تا استپ داره: 1 2 3 4 5. 1 پور یا ضعیفه. به وقتی که مثلا توی معیاری شما به یکی میبینید که اون توانایی لازمو نداره، بعد ایمپروومنت داشته باشه، مثلا بهش نمره 1 رو میدین. 2 نید ایمپروومنت. نید ایمپروومنت یعنی اینکه نیاز داره بهبود پیدا کنه. حالا بعد جلوتر میتونیم بگیم که چجوری باید بهبود پیدا بکنه. میت ریکوایرمنتس یعنی اینکه برای ما اوکیه، تخصصی که داره، دانشی که داره، یا در مورد موضوعی که داریم باهاش صحبت میکنیم توی تیم خوبه. اکسلنته که میگه خب خیلی از تیم بهتره و بیشتر از اون چیزی که ما تو کار احتیاج داریم این آدم بدونه. و آتستندینگ که یعنی دیگه خیلی خوبه، فرای انتظار ما تو اون موضوعی که داریم بهش نمره میدیم بسیار عملکرد خوبی داره. حالا سوالایی که تو پرفورمنس ریویو پرسیده میشه چیه؟ 10 تا سوال داره، 10 تا سوال اصلیه. یکیش ورک پروداکته، یعنی اینکه عملکرد کلی که تو کار داره چجوریه، که مثلا میایم به هر فردی با توجه به اون دیدی که داریم از 1 تا 5 بهش نمره میدیم. مورد دوم دیپندابیلیتیه، یعنی اینکه قابل اعتماد تو محیط کار و ما میتونیم قابل اعتماد بودن اینجا که میتونیم بهش اعتماد کنیم، کاری بهش بسپریم، یا میتونیم اون چیزی که به ما میگه رو روش حساب بکنیم. کوآپراتیونس، همکاری با دیگر آدما توی تیم چجوریه، با بقیه آدما تعاملش چجوریه، چجوری ارتباط داره. ادابتیبیلیتی، اون که چجوری تطبیق پیدا میکنه، مثلا یه پروسه جدیدی تو شرکت بیاد آیا نسبت اون راحت تطبیق پیدا میکنه، تغییرات توی شرکت براش چجوریه. پنجمی کامیونیکیشنه، یعنی آیا تو ارتباط گرفتن با دیگران چجوریه، خوب میتونه ارتباط برقرار کنه، ارتباط برقرار کردنش با آدم‌های مختلف ضعیف، قویه، چجوریه.
دیسیژن میکینگ و پرابلم سولوینگ که اگر لازم باشه تصمیم گیری بکنه تصمیمای درست میگیره، اصلا تصمیم میگیره یا تصمیم نمیگیره، یه مشکل رو میتونه حل بکنه، وقتی یه مشکل بهش برمیخوره خودش به تنهایی از پس اون مشکل برمیاد یا نه. کاستمر سنتریسیتی مورد بعدیه، یعنی که مشتری مداری، یعنی که اون سایدی که همیشه توی یه کسب و کاری مهمه که آقا آدما وقتی دارن فکر میکنن فکر کنن به اون مشتری فکر بکنن، آیا ذهنش چقدر بر مبنای این طراحی شده و وقتی که داره یه تصمیم میگیره یا یه کاری انجام میده مشتری رو تو محور کارش میذاره. مورد بعدی تایم منیجمنته، چقدر زمان کاریش چطوریه، برنامه‌ریزی بیشتر زمانش سر وقت هست سر وقت نیست، جلسه ها رو سر وقت میاد، اگه یه قولی میده میگه این کار مثلا فردا انجام میدم فردا انجام میده یا نه، کلا مدیریت تایمش چجوریه، میتونه زمان بندی درستی داشته باشه یا نه. پروداکت پلنینگ و فالو د پلان مورد هشتمیه، یعنی این که چقدر میتونه برنامه‌ریزی کنه یا وقتی یه کاری رو باید روی پلنی یا برنامه انجام بده چقدر واقعا نسبت به اون پلن و اون برنامه خیلی جدی دنبالش میکنه که بهش برسه. تیم ورک و اینکه کار تیمی چجوری باز تو تعاملاتش با تیم و کارهای تیمی و اینوالو میشه تو کار اکتیویتی تیمی یا هر چیزی. و جاب اسکیلز، تخصصهای تخصصی که تو کارش میخواد. حالا عمر دادن به اینا باید خیلی صادقانه باشه، یعنی مثلا من ممکنه تخصصم خیلی خوب باشه 5 میگیرم ولی تیم ورک هم ضعیفه مثلا 2 میگیرم، روی مثلا کامیونیکیشن هم در حد قابل انتظار فرای انتظار نیست مثلا 3 میگیرم. فقط نکته که مهمه نباید خیلی با اغراق به نمره داد، یعنی باید هر کسی واقعیت رو بگه. 4 و 5 دادن خیلی مهم نیست. وقتی که دارین به یکی نمره میدین یا به خودتون نمره میدین یا چه فرقی نمیکنه مدیر بالا سریتون باشه یا کسی که باش دارین کار میکنین، خیلی مهمه که واقعا صادقانه اگه 10 بار من در مورد مثلا با یک کسی تو کار کردم باش 10 بار مثلا تو کامیونیکیشن باش مشکل دارن، خب کامیونیکیشن رو واقعا من 1 بدم. 1 یعنی پور ضعیف، یعنی اون حد انتظار نیست. یا اگر کسی که مثلا برنامه‌ریزی زمانی درستی نداره رو خب باید بهش 1 داد. یا اگه مثلا یه ذره حالا برنامه‌ریزیش بد نیست بعد خودش رو ایمپروو کنه بعد حتما 2 داد. تو پرفورمنس ریویو اگه دروغکی نمره بدین که مثلا مدیرتون خوشحال باشه همکارتون خوشحال بشه یا نه، زیاد کار درستی نیست. برای اینکه پرفورمنس ریویو رو اصولا میتونی بدون نام بدین، یعنی الزامی نداره وقتی که من دارم برای مدیرم پر میکنم 6-7 نفر هستیم توی تیم هممون بخوایم که مثلا اسممون رو مدیر بدونه. برای همین فرما رو پر میکنیم، برای همین خیلی صادقانه میتونیم بهش نمره بدیم. تو آنالیزش هم ساده ترین روش آنالیزش برای هر فرد اینه که نظرات آدمای دیگه نسبت به اون رو توی یه سکشن بذاری و بعد اوریجش رو بگیری که مثلا من توی ورک پروداکت یا در مورد مثلا کامیونیکیشن یا در مورد تایم منیجمنت بقیه آدما نظرشون در مورد من چیه، همکارای هم لولم یا مدیرم و اون امتیازی که خودم به خودم میدم. بعد اینجا واقعا میشه با تک تک آدما جلسه گذاشت و صحبت کرد، یعنی کار مدیر یا مدیر عامل یا کار اچ آر اینجور جاهایینه که بیاد فرما رو بذاره جلو هر نفر و صادقانه با اون طرف صحبت بکنی که آقا تو به خودت مثلا تایم منیجمنت رو دادی 5 ولی همه بهت گفتن 1 یا 2، خب پس یه جای کار اشکال داره. تو خودت داری فکر میکنی که خیلی خوبی توی این تایم منیجمنت ولی میبینی که بقیه قطعا راضی نیستن یا اون حسی که خودت نسبت به خودت داری رو نداره. توی کسایی که چندین و چند بار توی حوزه پور باشن ضعیف باشن اینا بعد برن تو لیست کسایی که واقعا تو شرکت بعد باشون خداحافظی کرد. اونایی که 2 دارن نید ایمپروومنت دارن معمولا مدیرا باید حواسشون باشه اینا آدمایی که حیفه باهاشون خداحافظی بکنی و بعد سعی بکنی براشون ترینینگ‌های مختلف تمرین‌های مختلف یه وقتی حجم کارشون رو کم کردن باعث بشه که ریزالت بهتری داشته باشه. کلا پرفورمنس ریویو رو توی بازه 3 ماهه در میارن، 3 ماه با هم دیگه مقایسه میکنن، همه رو هم بعد به خود فرد داد، اون کسی که فرما براش کامل شده چه خودش پر کرده چه بقیه بهش نمره دادن و آدم‌ها این رو مقایسه بکنن. این یه خلاصی ساده بود از پرفورمنس ریویو، چیزی که بهتون قول داده بودم. سعی می‌کنم یک دو استوری هم شاید بذارم و توضیحات بیشتری رو بدم. توضیحات دیگه هم که تقریبا بود چیزایی که لازم بود بدونید تو این پایین این ویدیو هم انداختم براتون. امیدوارم که ویدیو خوبی باشه، موفق باشید و اگه سوالی داشتین تو کامنت باز من حتما بپرسید.